سلام دوستان عزیز، روز بخیر. خداوند حفظتون کنه. دوستان مهربان خواهش میکنم با دقت گوش کنید و ویدیو را پهن کنید. خواهش با خواستی یعنی هر یک آدمی شما بود درخواست کرده بوده که بابا جان کدام برادر و خواهر گم میشه میمونی، اگر یافت کشید ما را مقصد خبردار که تو خفا میکنی زیق میکنی با خرسام کن. الحمدلله دو خواهر موندم، یکش با سه گودکش بود وینه در شهر خراسان و یافت نشده متاسفانه. باز با ویدیوش میمونم التماس با پهنش کنه، اما خواهر که خودش تا خبر الحمدلله یافت شد. بچه‌های تاجیک رحمت کنه پدر و مادرش که گرفتن بردن، ویدیو ندیدن گرفتن بردن شکل یا پای پس اکران نمیگم چی گپ شد، اما ما که خواهش کردن میتونیم اهل بیت چون که با ایسر ویدیو کنه با ما را پارت. خوب دوستان عزیز، همه علی جان دادرک هم صورتش دست شده. این برادر ما متاسفانه پیش از عید قربانی از زمانو کرده خونه شد دیگه زنگ نزده. ویدیو پدرش پیش من هست. هر یک کسی که گم میشه من هر کدوم اهل بیت دیو ویدیو میگیرم پیش خودم برای محافظت. خیر خداوند خودش روز گپ خبر نشوه هستن، اما مونده نمیتونیم. خیر خواهش کردن هم علی جان پیش عید زنگ زده دیگه سیاز نیست، یا در زندانی یا در سزای یا در پیش کدوم دخترکی یا که با اهل بیت جنگ کردگی التماس نمیدونم با اهل بیت زنگ زدم. پدرت خیلی از اهل بیت زیق هم برادر علی جان برادر عزیز برادر و خواهرایی که گم میشه خواهش میکنم یا که یگم گفتم قرض نکرد قور بالا میره فکر پدر و مادر کنی چقدر تشویش میکنم. فرزند کلام کردن آسون نیست، خون دل آو میکنیم تنه. های برادر ما گم شده التماس در جای دیدش همین نمره پدرش زنگ بزنه. باز با یک برادر دیگه و میمونم و او خواهرم میمونم. با خدا من نمیخوام هر یک آدمی شما را زیق کنم. خواهش میکنم اکاز مردم 24 ماه که رازش نمیکنیم هر روز بگردیم یا که شما جدی مینیا باشیم. با خواست خدا که میمونیم مردم بسیار در اینترنت حرمت عزت میکنن، پاپیچ شکستن تماشا میکنن میبینن در اگون مغازین اگون راه روی اگون سزای زندان میگن ها همه جا از خشوش زنگ میزنن. با وقتی که شخصی که اهل بیتون گم شدگن دودر اکا و خواهر دودرتون من میمونم شو اگر زنگ زنن ماشینی کارم هستن تا ویدیو زنگ نزن نبینه باور نکنید 3000 پارتو من فرزند شما نشون میتیم یا میرم یارم یا 2000 افری پارتو باز میبرم. هم خیلی میکنن احتیاط باشه. دروغ میگم. خدا حفظتون کنه. التماس ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. السلام علیکم. من یک اپایی که 9 سال شد فرزند پدر ما گم کردگی سعدالله ابن نعمت الله رحمت الله ویچ 2016 به شهر الماتوق قزاقستان رفتگی. در همی بین 9 سال 2 مرتبه مبلغ روی کردگی تمام دیگه ایوی نه نامه نه نشانه نه خبره. در این بین 2 بار زنگ زده به کدام جورایش خبرش با آوردن دادن. پدرم بندگی کرد، مادرم بندگی کرد، نه زنگه نه گپه نه خبره. خلاص ما نمیدونیم. نعمت الله جان تو زنده ایده که جای یکم خبر نمیدونم. خدا جانه من گفتنی دومدم نعمت الله جان دارم که جای باشه زنده حیات باشه. همین برادرم داد سخن کردم یا ویدیو شد تماشا کردم گفتم خیلی یا ویدیو کنم همین برادر درایی کنم زنده و حیات باشه. یکم تلفن یا یکم که خبر تا بفهمم نعمت الله جان تا که جای باشه سلامت باشه یک گفه یک خبره یک خبری زنده بودن تا بفهمم موقعی نمیدونم خود در زندانی نمیدونم موقعی که جدایی. خوب دوستان عزیز، این دخترکی که دیده شده ایش حکیم و زریابه که روز شنبه با همراه 2 فرزند و مقصد حامله داره بگیم 3 فرزند میشه و از خونهشون برآمده از شهر خراسان. همین گودک‌ها را که کسی دیده شده همین صورت‌ها را که می‌دیسته التماس و همین رقم‌های 26 22 رقم شوهرش. من با مادرش گپ زدم ویدیو از شوهرش گرفتم اگه متاسفانه موندش نمیتونم. التماس چکنی هم ویدیو را پهن کنید تا که به همون
мардуме ки мебинанд ами хоҳара азиз илтимос аз худо бутарсе аҳли байда ғам натие ич чӣ гап аст чӣ дардай нахоздихта барои як ҷанг як ҷанҷоли хоҷагӣ ё ки пастии бландӣ ҳамаи фарзанда бихеза гира бирава иқа ташвишу яъне ки ғам бития аҳли байт мутаассифона бародари азиз мо гриппем хамазом нестак овозом дағал. خب خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه. پروردگار سربلند باشه. رحمت برای دستگیریتون. التماس یک بار از هر یک از شما که ویدیو را پهن کنید. سلامت باشید دوستان مهربان. رحمت برای همه دستگیریتون.